سلام خدمت برعکس کانال فارکس برادرز. امروز اومدیم در خدمتتون تا یه پادکستی با هم می‌رسیم بگیریم براتون راجع به روانشناسی بازار. موضوعش هم گذاشتیم انتقام گیری از بازار. به نظرم موضوع خوبیه واسه شروع. خیلی توش مشکل دارن. می‌خوام که یه گپ و گفتی داشته باشیم تا برطرف کنیم مشکلاتی که هستشو. خب سلام بچه‌ها، منم اینجام که با هم دیگه صحبت بکنیم و انشالله که بتونیم این موضوع رو کامل حل و فصل بکنیم و حالا یه سری بهتون توصیه میدیم که بعداً بتونید عملیاتی بکنید و توی معاملاتتون ازش استفاده بکنید. خب شروع کنیم. آره بریم شروع کنیم. حالا در مورد انتقام از بازار صحبت کردن به خصوص برای افراد مبتدی این ویدیو خیلی خوبه، میتونه بهتون خیلی کمک بکنه. اما قبلش حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید چون قراره کلی ویدیو آموزشی، کلی ویدیو تحلیلی از بازار فارکس رو اینجا براتون بذاریم. لایو تریدمون هم که روزهای چهارشنبه است رو اصلا از دست ندید. زنگوله رو هم بگو که بزنن. آره زنگوله رو هم حتما فعال بکنید چون خیلی از پستامون همون روز تولید میشه و میتونید همون روز استفاده بکنید و تو حین بازار ازش استفاده بکنید. خب آقا یه مبحثی که هست اینی که طرف میاد وارد ترید میکشه، مثلا میخواد ترید کنه انتقامی، یه دونه تریدش مثلا منفی در میاد. خب دقیقاً. اول از همه اینو بگم که خب یه سری اصلا کلا استراتژیشون غلطه. آره تو لایو تریدی که داشتیم گفتم آقا یه سری استراتژی دیگه اصلا دموده شده، یعنی تو نباید باهاش کار کنی. وین ریتشون خیلی اومده پایین. وین ریتا خیلی پایین اومده، اصلا به دردتون نمیخوره. خب بنابراین یه سری استراتژیشون غلطه، اونا رو میذاریم مثلا کنار. خب اونی هم که استراتژی درسته آقا، همه استراتژی‌ها که همش وین ریتش همش 100% که نیست. خب آقا اومده اولیش منفی خورد، طرف میاد دوباره میزنه روی مثلا یه همون جوفرز مثلا یورو یوسی یه منفی خورده، دوباره رو همون جوفرز میاد انتقامی میاد هی میزنه تا مثلا میگه خب نه میشه دفعه دو برابر. آره یا حجمشو دو برابر میکنه یا مثلا میگه نه من استاپمو روی یکی کوچیک گذاشته بودم بذار برم استاپمو بزرگتر بذارم که نیاد مثلا استاپ منو بزنه. خب این انتقام گرفتن از بازار باعث میشه که چی تو سرمایه‌ات همینجوری از بین میره. آره دقیقاً. خب بعضی فکر می‌کنن که اصلا ترید کردن معامله کردن مثل قمار بمونه. قمار هم دقیقاً همینه. اولش طرف مثلا میره 50 تومن میذاره، بعد حالا احتمال خیلی زیاد چون توی قمار معمولاً کسی که حالا پول میذاره میبازه. میاد میبازه، بعد حالا میگه این 50 تومنم میخوام جبران بشه، بعد یه سودی هم بکنم دیگه. 50 تومن رو میاد زد در دو میکنه، این 100 تومن حالا میذاره و دوباره میبازه. حالا اینجا 150 تومن باخته، دوباره میره 150 تومن دوباره میذاره. آره دیگه. پشت سر میاد توی سیکلی که اصلا این سیکل باخته خودش خیلی داستان داره. آره اصلا از نظر روانشناسی آدمو برمی‌ریزه. بعد درصدیش هم من یه نموداری حالا اگه پیدا کنم واسه بچه‌ها میذارم. میگفتش این تو اگه مثلا دارم میگم 2% میگیری حد ضرر تو واسه روزانه، مثلا میگی 2% بتونم ضرر کنم، این 2% رو اگه تو ضرر کنی مثلا آقا هفته بعد اگه بخوای سود ده باشی تو باید 4% کار کنی دیگه. درسته؟ یعنی 2% ببخشید 4% نه 5%. یعنی این برگردوندن اکانته هی سخت‌تر و سخت‌تر میشه. یعنی تو اگه بخوای انتقامی بری جلو هی پشت سر هم ضربه بزنی به اکانتت، اون موقع جبران کردنش یعنی اکانتت نصف بشه، یعنی مثلا 200 دلار داری که بعد $100 بشه تو باید 100% سود کنی که تازه برسی یر به یرش بکنی. واسه همین میگم یه موضوع خیلی مهمه. حالا جنبه‌های مختلف داره، من میگم بشینیم راجبش صحبت کنیم. خب اولین اشتباهی که بقیه میکنن همین جابجا کردن استاپ لاسه به نظر. یعنی طرف میاد یه دونه پوزیشن میزنه مثلا منفی میشه، میاد میگه خب مثلا من یه پوزیشن دیگه باز میکنه، میاد میگه خب این پوزیشن رو من استاپ لاسمو زیاد بذارم، استاپ لاسشو زیاد میذاره، اصلا بر اساس اون استراتژیش هم نیست. خب اون استاپ لاس زیاده رو میبینه داره نزدیکش میشه، این استاپ لاسشو میاره بالاتر. چرا؟ چون میخواد که از بازار یه چیزی بگیره، در صورتی که اصلا روند بازار تغییر کرده. یعنی چی میگم؟ داره برخلاف روند بازار حرکت میکنه که خب قطعا این آدما توی میان مدت ضررده میشن. باید در جهت بازار عمل کنیم، مگر اینکه حالا استراتژیمون بگی که مثلا توی تایم فریم های مختلف یه
واکنش‌های حالا مقطعی اونم بگیریم و از بازار خارج بشیم. به نظر من آره خیلی این کار انجام میدن. مثلا یه معامله باز کرده، اولا که باید مدیریت سرمایه کامل رعایت بشه، چون میدونم که یه سریا میرن حجمشون رو دستکاری میکنن. معمولا اغلب اوقات اینی که حالا ما میخوایم شروع کنیم معامله کردن، اولش قشنگه، یعنی ممکنه مثلا 3-4 تا معامله انجام بدیم برای اون افراد مبتدی، میگم مبتدی انجام بدن، بعد یه دفعه ببینن که بعد از اینکه 3-4 تا معاملهشون حالا چه با سود بسته چه سر به سر بسته شده، یه دفعه برن توی یه سیکل منفی. این توی اغلب تریدرها اتفاق میفته و اینجاست که اون تریدر فرق بین میره یا معامله‌گر میشه یا از بازار منزوی میشه و میره بیرون، خدافظی میکنه. آره دقیقاً اینجاست که فرق بین یه تریدر واقعی، یه معامله‌گر واقعی با یک آدمی که از بازار حالا عصبانی، ناراحت به هر دلیلی، یکی ممکنه میگم مدیریت سرمایه رد نکنه، یکی ممکنه استراتژی خوبی نداشته باشه، یکی ممکنه بره تو حین معامله از نظر روانی به مشکل بخوره، یه دقیقه معاملهش توی سوده، یه دقیقه معاملهش توی ضرره و این افراد باید روی خودشون کار بکنن و امروز هم اومدیم راجع به همین موضوع بیشتر صحبت بکنیم. اینکه ما بریم استراتژیمون رو عوض بکنیم، یعنی ما یه ستاپ معاملاتی داریم، مثلا حد ضرر ما، آره یه استراتژی معاملاتی داریم، بریم حد ضررمون رو هی دستکاری بکنیم یا بریم حد سودمون رو دستکاری بکنیم یا ناحیه ورودمون رو دستکاری بکنیم. این اصلا درست نیست. ما باید به یک ژورنال معاملاتی برای خودمون بنویسیم، به یک استراتژی، حالا یه دونه ما مثال میزنیم، ممکنه به 3-4 تا استراتژی برسیم، یک سبک معاملاتی برسیم، مثلا یکی دوست داره توی ICT کار کنه، یکی دوست داره توی RTM کار بکنه، سبک‌های مختلفی هست، همشون هم سوده هستند ولی به شرط و شروط ها. یعنی که ما باید قشنگ یه مدتی رو به حالت حالا آزمایشی کار بکنیم، اینا رو برای افراد مبتدی بیشتر میگیم کار بکنیم، بعد از اینکه به یک روند خوب رسید دیگه اونو بیایم کم کم عملیاتی بکنیم، به صورت واقعی فعالیت بکنیم. خیلی از کسایی که حالا مبتدی‌ها هیچی مثلا کار کردن، 1-2 سال کار کرده، این مشکل هم واسهشون پیش میاد واسه لحاظ روانشناسی. این مشکل که مثلا دارم میگم طرف پرایس اکشن رو بلد کامل کار کرده، بعد RTM و ICT هم مثلا داره کار میکنه بلده، مثلا طرح کلاسیک و الگو کشیدن‌های مختلف و اینا رو مثلا بلده و اینا، بعد که مثلا ضررده میشه میفته تو فاز انتقامه، میاد قاطی میکنه همه اینا رو. دقیقاً یعنی چی میگم؟ یعنی مثلا یه ایچیموکو میزنه تنگ مثلا ICT، بعد مثلا قاطی اصلا نمیخوره، بعد میگه خب نگاه کن اینجا مثلا تلاقی 6 تا نقطه است مثلا فلان، دیگه این باید بریزه. بعد میاد یه حجم مثلا، چون میدونی اینجوری که میکنی اتفاق زیاد میفته، واسه منم افتاده چون من این اشتباه رو داشتم دیگه، به حال همش تجربه است که داریم بهتون میگیم. مثلا دارم میگم ICT کار کردیم دیگه، داریم ICT کار میکنیم، مثلا یه خط روند خوبم کشیدیم، میبینیم به این خط روند خورده به این ناحیه فلان، الان دیگه مثلا 2 برابر میشه اعتبارش واسه. مثلا یه فیبوناچی هم کشیدی، میبینی به افتاده مثلا رو 68 مثلا فیبوناچی، همه چی اوکی فلان 618 آره 618 میام 68 618 فیبوناچی افتاده رو 618، میگه آقا بهترین حالت فلان. بعد میای چیکار می‌کنی تو این شرایط؟ میگه خب من از 3 تا روش دارم نگاه می‌کنم، این بهترین شرایط واسه مثلا ریختن مثلا یا با گرفتن. میای حجم تو مثلا مدیریت سرمایه‌ت هم میذاری کنار، یعنی مدیریت سرمایه‌ت هم اینجا خراب می‌کنی، میگه حجم زیاد با یه استاپ بلندتر، چون مثلا استاپ قبلیت هم میگه خب چون کوچیک گذاشتم خورده دی، همه چی خراب میشه، مثلا حساب کال میشه. آره خیلی اینجوری کال شدن. بین صحبتات یه بایدی گفتی، من بگم آقا توی بازار مالی هیچ بایدی وجود نداره. کجا گفتم باید؟ گفتی که باید مثلا به این حرکت انجام بشه. توی بازار مالی هیچ بایدی وجود نداره و نخواهد داشت. ما همش پیش بینی میکنیم و بر اساس این پیش بینی هست که میریم توی معامله انجام میدیم، یا انجام میدیم یا نمیدیم، یا فقط بازار رو نگاه میکنیم. پس ما هیچ بایدی توی بازار مالی نداریم، هر اتفاقی ممکنه بیفته. ممکنه همین الان
بیت کوین بره از 26000 تا که در حال حاضر هست بره $5000 رو ببینه. آها فهمیدم منظور چیه. باید مثلا بریزه و اینا رو باید بریزه و باید بره بالا نداره. آره این که اصلا خیلیه به خاطر اینکه انتقام بگیرن از بازار میگن این الان باید بریزه برم یه معامله باز کنم مثلا با کل پولش مثلا $100 بری یه معامله باز میکنیم با نیم لاک. اشتباه ترین کار. دیگه راجع به این انتقام از بازار چه مطلبی به ذهنت میرسه؟ دیگه ببین یه موضوع دیگه رو بهت بگم. یه موضوع دیگه اینه که خب بازار معمولا رنجه. خب مثلا میخواد یه حرکتی بکنه نمه حرکت میکنه. مخصوصا بازار فارکس، حالا کریپتو کم بیشتر. این ضررها خب باعث میشه که آدم تو مغزش، حالا مثلا دارم میگم تو شاید 2 روز ضرر کنی. احتمال دیگه آقا تو داری تحلیل می‌کنی 2 روز پشت سر هم داری ضرر می‌کنی. 10 روز پشت سر هم ضرر می‌کنی. تو باید یکی اینکه مدیریت مالی تو درست بکنی، یکی اینکه اصلا دنبال اون انتقامه نباشی. حالا مدیریت مالی که بعداً راجع بهش صحبت می‌کنی. ولی این انتقامه وقتی تو سرت باشه تو کار خودتو خرابتر می‌کنی. از چه جهت؟ ببین یه سری‌ها میان این کارو می‌کنن. من خیلی دیدم. میاد مثلا 2 تا 3 تا ترید ضررده میده. بعد میاد میگه خب بازارم که حرکت نمیکنه من چیکار کنم؟ میره وای میسه مثلا ساعت 4 مثلا یه خبر مهم مثلا روی یو اس دی میخواد بیاد، میره مثلا رو خبر هیچ تحلیلی هم نمیدونه، یعنی نه تحلیل کلانی میدونه، هیچ چی از اخبار نمیدونه، فقط میدونه که این خبر میاد میخواد یه تکونی به بازار بده. بعد میشه تحلیل میکنه مثلا پیش خودش میگه خب نه خب چون روند مثلا سعودیه احتمالاً میخواد بزنه نزول بیاد مثلا یه تکونی به بازار بده اصلاح کنه فلان. در صورتی که اصلا این شکلی نیست. همین رو خبر ترید کردنم خیلی مهمه. من خودم شخصا رو خبر ترید نمی‌کنم. منم نمی‌کنم. بعدم این که یه موضوع مهم دیگه، حالا ما اومدیم در مورد افراد ضررده بیشتر صحبت کردیم، بریم یه سر سراغ افرادی که سود میکنن. من خیلی وقتا دیدم طرف میره مثلا تو یک معامله مثلا $1000 داره، تو یک روز یه دفعه با یک معامله $50-60 سود میکنه، بعد میگه الان روز خیلی خوبیه. اینه که میگه میره تو یک دور مدار رو به روش از نظر ذهنی، ولی میره معامله بعدی ضرر میکنه. خیلی از افراد این مشکلات ازشون پیش میاد. توصیه من به این افراد، حالا ممکنه دوباره یه معامله دیگه بکنه اصلا کل سودی که امروز کرده اون $60 $70 هر چی هست تو دفعه کلا صفر بشه. توصیه من به این افراد اینه که برای خودتون توی یک روز معاملاتی یک ظرف، یک مقیاس برای خودتون در نظر بگی. مثلا آقا من الان $1000 پول دارم، امروز اگه $50 سود بکنم از بازار میام بیرون، هیچ کاری دیگه به بازار نده. آقا توصیه ما به این افراد اینه که اگر معامله اول اینطوری شد، اگر معامله دوم اینطوری شد، دیگه معامله انجام نده. حتی منفی میشن. دقیقاً میگم، یعنی یارو میاد توی سیکلی که این شکلی میکنه، مثلا میاد مثلا $50 سود کردی، خب بعد یارو مثلا میاد میگه که خب من الان $50 سود کردم، استاپش قراره رو $50 بشه. خب دقیقاً میاد میگه خب من که $50 سود کردم میشم یر به یر، بذار بکنم استاپمو $100، یه اجازه مثلا بازی بهش بدم. دقیقاً. یه سود خوب $100 بهم بده یا یه ضرر $100 انگار $50 ضرر کردم. همینجوری این بازی مغز دیگه، علاوه روانشناسی این چیزا میاد دنبالتون، واسه همین اذیتتون میکنه دیگه. شما اگه ماهی 10% بتونید از بازار فارکس بگیرید، عالیه. یه حساب $1000 بعد از 4 سال هر ماه 10% بگیره، $1000 میشه $100,000. کاری نداره، برید توی یه دونه تصاعدیه دیگه، توی یه دونه ماشین حساب بزنید 10% رو به توان 48 برسونید، یعنی 1.1 به توان 48 زد داره 1000. به همین راحتی میشه $97,000 فکر کنم که حالا ما میگیم $100,000. بعد از 4 سال یه عدد خیلی گنده. حالا اون $100,000 تو ماه بعدی یعنی ماه 49 میشه $110,000. آره دیگه تصاعد دیگه، یه دفعه یه عدد گنده میشه که اصلا باورتون نمیشه. به خاطر همینه که یه دفعه تریدرها بعد از چند سال یه دفعه میکنن، یه فاصله بین خودشون و بقیه درست میکنن و اینا همش چه در نهایت میخوام بگم که در نهایت به کجا میرسه؟ به این که اینا سیستم مدیریت سرمایه خوبی دارن، به این که اینا استراتژی خوبی دارن و اینکه استراتژی هم مثلا اینطوری نیست آقا من 6 ماه روی چیزی کار کنم، ممکنه استراتژی تغییر بکنه. ما همیشه باید خودمون رو آپدیت بکنیم. این خیلی نکته مهمیه، به خاطر اینکه
ما توی بازار همیشه میبینیم که میاد بعضی از مواقع ممکنه بعضی از مثلا بعد از 3 ماه اون استراتژی که داشتیم یه دفعه وین ریتش از مثلا 70-80% بیاد روی 30-40%. در نتیجه اینجوری داره به ما آلارم میده که استراتژی تو باید کم کم بروزش بکنه. حالا سیستم معاملاتی تو میتونی عوض نکنی، مثلا داری RTM کار میکنی RTM رو ادامه بده، ولی باید بری 4 تا نکته جدید یاد بگیری که بتونی همون RTM رو از نظر حالا وین ریت و از نظر درصد برد معاملاتی قوی ترش بکنی. در کنارش سیستم مدیریت سرمایه‌ت هم باید هر روز به روز بکنی، به خاطر اینکه حالا شخص خود من چیکار میکنم، مثلا $1000 رو بخوام بکنم مثلا ببرم بالا، مثلا 1000 تا $1700 ریسک معاملاتیم 2%، بعد از $1700 ریسک معاملاتی میشه 3%. خب همینطوری میبرنش بالا چون سودای بیشتری میخوام بکنم. اما اگر اون $1700 بیاد پایین اون عدد مثلا بشه $1500 دوباره میرن رو 2%. یعنی اینطوری نیست که بمونن رو 3%. حالا راجع به مسئله این مدیریت سرمایه کلی باید مفصل صحبت بکنیم. ولی راجع به همین چیز بخوایم صحبت کنیم، انتقام از بازار و روانشناسیش، یه چند تا نکته است که به نظرم باید بگیم. یکیش که پایبند باشه به استراتژی که داره کار میکنه طرف به نظرم. یعنی آقا پرایس اکشن کار میکنی فقط پرایس اکشن کار کن، ICT داری کار میکنی فقط ICT کار کن. یعنی قاطی نکنین اینا رو با هم، چون حالا مثلا 2 تا ضرر کردی بگی نه این استراتژی به درد نمیخوره، این مثلا ستاپ به درد نمیخوره. یکیش اینه. دوش اینه که آقا حد ضررت حد سودت اینا رو تغییر نده. خیلی ها دیدم مثلا یارو مثلا حد ضرر و حد سودش مثلا کوچیک‌تر حد ضررش. دقیقاً. خب این اصلا معامله نمیشه، تو نباید وارد واردش پایین‌تر مثلا یکه. خیلی هستن این شکلی مثلا. خب این چه دردیت می‌خوره اصلا؟ ممکنه مثلا 3 تا معامله درست باشه ولی یه دفعه معامله 4 رو میزنه اون 3 تا معامله که سود بودیا خراب. آره دیگه همین شکلیه. یعنی یه سری چیزا رو آدم باید پایبند باشه، ذهنت باید آروم باشه وقتی میشینی پای ترید. یعنی حالا من که به شخص خودم مدیتیشن میکنم هر روز صبحی که بیدار میشم، امیرحسین هم 100% این کارو میکنه. ذهنت باید آروم باشه. اگه ذهنت درگیره، فکر میکنی مشغولی، استرس داری، بالا به هر دلیلی، مشکلاتمون زیاده تو زندگی، هر کی ممکنه مشکلات خودشو داره، ممکنه که نتونه آقا پای سیستم بشینه، آمادگیشو نداشته باشه. من دیدم این سری حالا میان ویدیو میذارن توی رستوران، توی پشت ماشین، این اصلا نمیشه ترید انجام داد. اونی که داره به شما نشون میده، نه اون که داره به شما این چیزا رو نشون میده، اون مقاصد دیگه ای داره. طرف دنبال این که حالا ممکنه مثلا آموزش بفروشه، یه اتفاقی بیفته، یه فروشی داشته باشه از قبل این بیاد حالا کسب درآمد. خیلی اینجوری هم مثلا میاد تو دید میشینه، من میگم مثلا 2 نفر میان بهش میگم آقا مثلا تو کافه نشسته طرف، میگم مثلا میگم آی مثلا چیکار میکنی؟ فلان. میگه فارکس کار میکنم. میگه خوبه سودش و اینا، میاد میگه آره بعد مثلا سرمایه جذب میکنه. دقیقاً ممکنه خیلی اینجوری هم، یعنی جدیدن زیادم شده توی کارم بلد نیستن معمولا، چون کسی که بخواد کار کنه معمولا بعد یه محیط آروم باشه، هیچ مزاحمی نباشه. اینکه طرف میاد مثلا واسه شما مثلا روی معامله که انجام داده آهنگ میذاره، این چیزایی نیست. حالا ممکنه برای بعضی از افراد خوب باشه. آره آهنگ، خب موزیک، موزیک ملایم، نه اینکه حالا موزیک مثلا متال بذاره مثلا بگه. من خودم با موزیکم نه موزیک منظورم یه موزیک ملایم بود، نه اینکه یه موزیکی بذاره مثلا قیری و نه اونجوری. نه این موزیک ملایم که روی آرامش روان. مهمترین چیز ما توی بحث روانشناسی آرامش روانه. ما تق تق معامله نمیزنیم، ما یه دونه میزنیم، بعد از اینکه زدیم نگاه میکنیم که داره چی کار میکنه. چون ما وقتی که میخوایم ترید بکنیم باید پای معامله بشینیم. این نظر شخصی منه، ممکنه که نظر دیگه ای داشته باشه. وقتی که ما معاملمون رو انجام میدیم، چون معاملات شخصی من توی تایم فریم پایین انجام میشه، پشت سیستم معاملاتی و پشت مانیتورم میشینم نگاه میکنم بازار داره چیکار میکنه. اگر بازار جون داشته باشه که شاید اصلا حجم اضافه کنم. خب خیلی نکته مهمیه، تو حین معامله میتونیم ما حجم اضافه کنیم به شرط و شروط ها. نکته خیلی مهمه، چون ممکنه یه دفعه از اون جایی که ما شروع کردیم معامله کردن بازار روندش کلا عوض بشه. یه چیزیه که روتینه. بعد اینکه پشت سیستم بشینید، ممکنه بازار حرکت نکنه، حد ضررمون رو
باز منطقی تر میذاریم چون میدونیم که بازار حرکت نمیتونه بکنه. مثلا تو این چند روزی که داشتم معامله انجام میدادم بازار نگاه میکردم، بازار جون خاصی نداشت. آره واقعا افتضاح. بازار تو این چند روز جون خاصی نداشت. به خاطر این من کلا دوشنبه 2-3 تا ترید کردم، سه شنبه و چهارشنبه کار خاصی انجام ندادم. امروز حالا یه دونه زدم ببینم چی میشه. ریلاشو واسهتون میذاریم. ریل نمیگن، شورت میگن فکر کنم. شورت ویدیو کوتاه براتون میذاریم که ببینید و استفاده کنید. بعد اینکه پس اگر معاملاتتون توی تایم فریم کوتاه انجام میشه، مثلا 1 دقیقه و 5 دقیقه و 3 دقیقه، حتما پای بازار بشین. اما اگر نه تایم فریم بلندتری کار میکنید، نه اشکال نداره، اون اوردر گذاری هم میتونید بکنید، به شرطی که وین ریت استراتژیتون بالا باشه، نه اینکه حالا هر معامله‌ای که باشه انجام بدید. بعد اینکه در مورد حالا داشتیم صحبت می‌کردیم در مورد یه موضوع دیگه که الان مثلا یادم اومد داشتی صحبت می‌کردی، صبره. صبرم تو صبر بکنی باعث میشه که انتقام نگیری از بازار. دقیقاً. صبر خیلی ها فکر می‌کنن که توی بازار فارکس یک شبه بعد پولدار بشن. یه معامله مثلا طرف $1000 داره، روی معامله $1000 شد مثلا $5000 سود نه دیگه اشتباه. $1000 سود بکنه. ببینید ما توی یک معامله با $1000 گفتی ماهی 10% $50 تا $100 سود بکنیم، اون معامله به نظر شخص بنده عالی بوده. با $1000 50 تا $100 سود بکنیم اون معامله عالی بوده، چون هم احتمال بسیار تو یک معامله و اینکه آر به آرش باید حداقل 1-2 باشه. خب اینطوری با خودتون یه دونه ماشین حساب جلوتون باشه مشخصه. آر به آر اگر 1-2 باشه، ریسکمون هم حالا بگیم 2% باشه، یعنی ما روی $1000 $20 داشتیم ریسک می‌کردیم. اون وین ریت اون آر به آر ما حداقل 1-2.5 بوده که ما $50 سود کردیم. دیگه حالا هرچی بره بالاتر بهتره. ممکنه یه روزی باشه بازار یه روندی رو از اونجایی که ما باز کردیم بگیره که یه دفعه توی 10 دقیقه معامله ما $100 سود بکنه. بعد اینکه حد سودتون رو تغییر ندید، این خیلی نکته مهمیه. من دیدم راجع به حد ضرر که مفصل صحبت کردیم، حد سودم همینه. ممکنه ما حد سودمون رو گذاشته باشیم یه جایی که خیلی خوب باشه، بعد بازار یه حرکتی انجام بده دقیقاً بخوره به حد سودمون، درصدی که ما حد سودمون رو 2 دقیقه قبل بردیم بالاتر، بعد بازار بریزه بیاد پایین. یا خیلی هم میارن پایین. یعنی برعکسشه، مثلا یارو میبینه رفته بالا، مثلا یه اصلاح ریزی داده، این فکر کرده که داره میریزه. دقیقاً. گفته حالا بذارم یکم بالاتر، بذار $10 بگیرم. آره بذار تا 10 هم برسه مثلا خوب. $10 بگیرم بیام. بعد دیگه میزنه، ولی قرار بوده مثلا بره اون $20 بهش بده. یعنی اصلا این رو هم پایبند بودن رو استراتژی. اینایی که ما داریم میگیم، این مثلا همین موضوعی که $10 گرفته ولی میتونسته $20 بگه، این از نظر روانشناسی روی فرد تاثیرگذاره. خیلی. شاید توی حالت آزمایشی طرف بگه حالا $10 گرفتم میسازتش، خوب بود دیگه، ولی توی معامله واقعی وقتی $20 میتونستی سود بکنیم بشه $10، از نظر روانشناسی ذهنتو به هم میریزه. آره دیگه، همینا باعث میشه تو بری انتقام بگیری. دقیقاً. این به هم ریختگی ذهنه باعث میشه که انتقام بگیری. من میگم یکی از موردایی که خیلی به انتقام نگرفتن از بازار کمک میکنه همین صبر است. یعنی تو اگه صبر داشته باشی، بگی که آقا من مثلا دارم میگم این استراتژی منه، من تا اینو نبینم، این شرایطو نبینم، این کندلا رو نبینم، این ستاپمو نبینم، ترید نمیکنم. دقیقاً. روی این ستاپ مثلا زوم باشی، صبر کنی، باعث میشه که آقا تو اصلا انتقام دیگه نمیاد سمتت. یعنی اون صبره رو فقط من دارم خیلی رو صبر، چون خودم آدم کم صبریم تقریبا تو زندگیم و خیلی روی این کار کردم، تو مخصوصا تو بخش ترید. فقط تو صبر تو رعایت کنی، یعنی آدم صبوری باشی تو ترید، این انتقام هضم میشه به نظر. دقیقاً. من حالا میونه صحبت‌های آرمان می‌خواستم صحبت بکنم. توی ویدیو دوشنبه که این بالا براتون میذاریم برید نگاه کنید. آرمان معامله‌شو باز کرد، ولی من طبق استراتژیم به اون ناحیه که می‌خواست نرسید، معامله‌مو باز نکردم. آره دیگه، این همون صبر است دیگه. خیلی مهمه، حتما حواستون به این نکته باشه، خیلی تاثیرگذاره. ما هر جایی نباید وارد بازار بشیم. اینکه زیادم سودی نداد بهمون. اصلا فکر می‌کنم سر به سر شد یه $30-40 آره سر به سر شد $30-40 سود.
ولی در کل حتما حواستون به این نکاتی که حالا تا اینجا گفتیم باشه. حالا توصیه هم داشتیم میکردیم، میگم توصیه‌ای که داریم اینه که حد سود و حد ضررتون رو تکون ندید، موقع اخبار ترجیحاً معامله نکنید، به خصوص کسانی که سرمایه‌شون خیلی کمه. این خیلی نکته مهمیه، یه دفعه میاد حد ضررتون رو میزنه و شما رو الکی وارد یک ضرری میکنه و از نظر ذهنی میگم پریشون میشید. حتما حواستون به این موقع اخبار هم باشه. ما خودمون به بچه‌ای که حالا توی یه کانال داریم، یه کانال VIP که اونم رایگانه توی تلگرام، اومدیم گفتیم اصلا موقع اخبار معامله انجام ندید. دلیلش هم همینه، بازار هی میره بالا پایین تا اون خبر بیاد و تثبیت بشه و بازار حرکت خودش رو شروع کنه. من حتی میگم حتی معامله بازم دارین تو خبر ببندین، یعنی اگه تو ضرری ببند، تو سودی ببند، چون خبر معلوم نمیکنه. خبرها هم مثلا الان چون یکم اوضاع اوکی نیست، یعنی یه جوری نوسان میده که هیچکی نمیتونه یعنی روش، یعنی اونی که داره فاندامنتال هم کار میکنه هم نمیتونه. الان خبر دیروز رو دلار اصلا زد رفت بالا بعد ریخت، تو نیم ساعت مثلا هم بالا رو زد هم پایین رو زد. استاپای هم بالا رو میزنه هم پایین، یعنی هم کسی که معامله خرید داشتن هم کسی که معامله فروش داشتن جفتشون استاپاشون میخوره. هیچ چیزی نداره، هیچ قاعده‌ای نداره که تو بخوای باش بری جلو. یعنی حالا اونایی که فاندامنتال کار میکنن هم بر بخوره بهشون یا مثلا بگن آقا نه، ولی به نظر من چیزی که داری میبینی از بازار اینجوریه. خب توصیه دیگه ای نداری برای حالا دوستان؟ والا نه، من به نظر مهمترینش از نظر من اون صبر است. یعنی آدم بتونه خودشون نگه داره، پایبند باشه به اون چیزی که باید ببینه. میگم همون حالا ویدیویی که میذاریم واسهتون قشنگ معلومه که من صبرم کم بود و یا گفتم آقا بریم وارد شیم. حالا درسته که خب یه سری چیزا هم از تجربه میاد، میگه آدم شاید بتونه بره بالا و اینا، ولی اون صبره به نظرم مهمترین قسمت کاره. گزینه خیلی مناسب باشه. پس ما حالا با این بریم به یه جنبندی برسیم. توی بازارهای مالی دنبال انتقام گرفتن از بازار نباشید. حالا بازار فارکس یا بازار نوسانگیری، بازارهای دیگه هستن که برای سرمایه‌گذاری، مثل بازار بورس خودمون یا بازار سهام‌های مثلا آمریکا و بقیه موارد. این بازارها دیرتر طرفو به ضرر میبرن. مثلا اگه دقت کنید 99 بورس تهران بعد از 3 ماه طرف ممکن میده دفعه پولش مثلا 70% پولش رفته باشه. برگشت این پول زمان بره، خیلیشون هنوز نرسیدن بعد از 2-3 سال به این پول. پس حتما حواستون باشه ما باید انتقام از بازار رو بذاریم کنار، به جاش روی خودمون کار بکنیم، صبرمون رو ببریم بالاتر، استراتژیمون رو بهتر بکنیم، سیستم مدیریت سرمایه‌مون رو بهتر بکنیم و توی بازار ما اومدیم که اول پولمون رو نگه داریم، یعنی حفظ سرمایه اولویت، دوم به کسب درآمد بپردازیم. حالا ممکنه ما توی یک بازار مالی مثل بازار فارکس بتونیم درآمد خودمون رو ببریم بالا، ممکنه توی فارکس نبریم بالا، توی کریپتو ببریم بالا. اگر هر کدوم از این بازارها مثلا بر اساس ویژگی‌هایی که شما دارید براتون بهتره، برید توی همون بازار کار بکنید و از این پله به اون پله نکنید. 3 ماه مثلا روی فارکس کار بکنید، اگه نتیجه گرفتی فارکس ادامه بده. نظر شخصی خودم برای بازار نوسانگیری بازار فارکس، هیچ بازار دیگه به بازار فارکس نمیرسه. دلایلش هم مفصل بعداً صحبت می‌کنیم. مهمترین دلیلش اینه که حجم معاملاتی بالاه، یعنی اون پولی که توی بازار فارکس توی هیچ بازار مالی دیگه نیست. اگه همشون هم با هم دیگه جمع بکنیم به بازار فارکس نمیرسن. حالا به طلا که هیچی، به کل بازار فارکس. طلا خودش حجم معاملاتی داره که وحشتناکتر از خود بازار فارکسه. و اینکه حتما حواستون باشه که بازاری که انتخاب میکنین از نظر تکنیکالی یا فاندامنتالی بازار خوبی باشه. مثلا بازار فارکس خیلی بازار خوبیه، مثلا جفت ارز یورو یو اس دی منطقی ترین جفت ارز نمودار توی جهان رو داره. از نظر شخص من قشنگ مشخصه که داره چی کار میکنه، فقط نیاز به زمان و صبر داره. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی منطقی رفتار میکنه. ممکنه مثلا یه مدتی درز بزنه، مثلا
از نظر من کریپتو به خصوص حالا بیت کوین و بقیه موارد اصلا منطقی نیستن، به خاطر اینکه یه خبر حالا یه شخصی مثل ایلان ماسک بیاد صحبت بکنه، یه ایلان ماسک بیاد صحبت کنه، چون توی بازار فایس همچین چیزی نداریم از نظر قانونی کلا ملغاه و خیلی کاملا غیر قانونی که مثلا ایلان ماسک بیاد بگه یورو یو اس دی بخرید. خب ولی توی کریپتو چون هیچ قانونی نداره این موضوع هست، میگه مثلا برید شیبا بخرید، یه دفعه شیبا توی 5 دقیقه 20% میره بالا. پس حتما حواستون باشه. اینم نکته مهمی بود. مناسب ترین بازار مالی برای نوسانگیری بازار فارکس و گفتم از این پله به اون پله نکنید، یه بازار مستقیم به جلو قطعا بعد از 1 سال به نتیجه میرسید. من صحبت خاص دیگه‌ای توی انتقام گرفتن بازار ندارم، نکاتی که گفتیم رو رعایت بکنید قطعا به نتیجه میرسید. دیگه فکر کنم نکته مهمی هم که امیرحسین تو حرفاش گفت، یعنی 2 تا نکته مهم بگذاریم کنار هم. من صبر رو گفتم، امیرحسین هم حفظ سرمایه رو گفت، من اصلا حواسم نبود راجع به این. خیلی خوب گفتی. ببین تو اصلا هدفت از اومدن توی این بازار باید این باشه که سرمایه‌ت حفظ کنی. یعنی تو با یه گنده‌ای به اسم وال استریت در طرفی دیگه، تو فکر کن نزدیک به اون عظمت روبروی تو ایستاده، بعد تو توی لپتاپ مثلا تو خونت نشستی در دنبال انتقام گرفتن. آره دیگه، تو فکر کن می‌خوای اونو بزنی، اصلا نمیشه، اصلا با مغز منطق اصلا جور در نمیاد. یعنی تو باید وایسی، باید همسو باشون حرکت بکنی. آفرین. یه جا که دیدی آقا میتونم باش همسو بشید، بگیری بیای بیرون. یعنی دزدی باید بکنی از اونا در اصل. یعنی تو نمیتونی بیای بگی نه من میزنم الان دهن نزدک رو سرویس میکنم مثلا، نمیشه، اصلا چیزی در نمیاد. واسه همین 2 تا نکته به نظرم بهترین و طلایی‌ترین هست، صبر و حفظ سرمایه. یعنی تو هدفتی نباشه که من بیام 1000 تومان بکنم 100,000 تا توی مثلا یه ماه. این نشده. شاید هم بشه ها. من دیدم که آخه اینو بهت بگم. آره میکنه $1000 میکنه طرف $10,000 رو دیدم. من تو ترکیه بودم، یکی بغلمون کار میکرد، $10,000 رو در عرض 1 ماه کرد 60 خورده هزار دلار. توی 3 ماه آینده 60,000 تا رو باخت. و باورم هم نمیشد. یعنی میگفتم تو چجوری میتونی 60,000 تا رو ببازی؟ گفتم آقا در آوردی باشه. اولا که من انقدر در بیارم حتی برمیدارم نصفشو. اصلا باید برداری به خاطر اینکه بیاری تو زندگی. اینم خودش داستان روانشناسی. بعداً راجعش صحبت می‌کنیم. ولی یه نکته بگم، کسانی که حالا با این روش‌ها، با این انتقام گرفتن از بازار چالش داشتن، حتما توی کامنت‌ها برام بنویسن که کامنت‌ها رو جواب بدیم. و اینکه اگر کسی هم حالا یه دونه توصیه دیگه داره میتونه بنویسه، برای بقیه دوستانم بذاریم که استفاده بکنن. و حتما برامون کامنت بذارید که استفاده بکنیم، هم بهشون پاسخ بدیم، هم اگه کسی توصیه خاصی داشت در مورد اصلا این کامنت ها کمک میکنه که ما مثلا یه موضوعی رو مثلا می‌بینی لابلای این بحث‌ها یه موضوعی هم پیش میاد، مثلا که میتونیم مثلا راجع به اونم صحبت کنیم، یه پادکست هم راجع به اون میگیریم واسهتون، حمایتمون کنین تا بتونیم قوی‌تر از قبل ادامه بدیم و در خدمتتون باشیم. من دیگه صحبتی ندارم. منم دیگه صحبتی ندارم. ان شاءالله هفته دیگه در مورد یک موضوع روانشناسی یا یک موضوع مدیریت مالی در موردش صحبت می‌کنیم و با هم دیگه یه موضوع دیگر رو باز می‌کنیم. پس حتما برامون کامنت بذارید، نظراتتون رو بهمون بگید. حالا چه افرادی که سوده هستن، حالا بحث انتقام گیری داشتن حل شده، چه افرادی که حالا با این بحث دارن کلنجار میرن و مشکل دارن. حتما کامنت بذارید. اگه توصیه هم دارید حتما برامون بنویسید. ان شاءالله هفته دیگه یه ویدیو خیلی خفن‌تر در مورد حالا یا موضوع روانشناسی داریم یا موضوع مدیریت مالی و با هم دیگه پادکست دیگه رو خواهیم داشت. من دیگه صحبتی ندارم. از من خداحافظ. منم مطلبی ندارم. تمام. مواظب خودتون باشید.